خب ما برگشتیم ادامه کار و پروژه. امروز باید آشغالا رو ببریم کجا؟ بازیافتی. این از سری آشغالا هستش من ریختم توی ماشین. الان متوجه شدم این کلید اینه داره آسیب میزنه به صندلی ماشین. خب پس این از آشغالای صندلی عقب که وسایل حمام تکلیف کردم. این هم ادامه وسایل حمام. و یه توضیحی هم بخوام براتون بدم راجع به آشغال‌ها رو بردن. اینجا توی کارهای ساختمونی که توی انگلیس توی کار ساختمون میخوای کار کنی یا حالا حتی توی خونه خود داری باغبونی میکنی یا یه سری آشغال داری، چند نمونه یعنی 3 تا رنگ سطل زباله ما داریم که حالا از اونم بعداً فیلم میگم براتون. سبز، آبی و قهوه‌ای. که خب سبز میشه واسه همون آشغالای خونه که بهش میگن جنرال رابیش. حالا پوست پرتقال، پوست سیب زمینی، آشغالای آشپزخونه، اینا همه رو میریزیم که بازیافتی نیستن. معمولا میریزیم تو اون سطل سبزه که حالا هفتگی یه برنامه داره شهرداری بهمون میده، میان آشغالا رو میبرن. یکی دیگه آشغالای ریسایکلی هستش، مثلا کارتون، مثلا 4 لیتری پلاستیکی، ظروف پلاستیکی، کارتونی، کاغذی، اینا رو جدا میریزیم توی سطل آبی و اونم دوباره طبق برنامه روز مشخص شهرداری میاد اونا رو هم کالکت میکنه و میبره چه آفتابی شد. یه سطل دیگه داریم به رنگ قهوه‌ای که میشه واسه کسایی که گاردن دارن و آشغالایی مثل شاخه بریدن، حیاتشون رو تمیز کردن، شمشادها رو تریم کردن، زدن، میریزن توی اون سطل زباله قهوه‌ای و اونم دوباره طبق برنامه مشخص شهرداری میاد اونا رو میبره که از قبلش باید توی شهرداری محلمون بریم ما ریجیستر بشیم. یعنی بگیم ما درخواست یه سطل زباله قهوه‌ای بدیم، واسمون میاد دم خونه و آشغالا رو ما میریزیم داخل سطل زباله قهوه‌ای. سرمو میارم این طرف جلوی نور پشت سرمو بگیرم، اذیت میکنه. بادم به شدت داره میاد اینجا و چشمام من قرمز میشه وقتی باد میخوره. گفتم اینم بگم وسط فیلم. یه موضوع دیگه، حالا وقتی حجم زباله ها خیلی زیاده که مثلا شما دارین خونه رو ریفربیش میکنین، نوسازی دارین انجام میدین، معمولا هم چون این نوسازی کردن خونه اینجا یه کاریه خیلی معمول و خیلی رایج هستش، به خاطر همین شهرداری اومده یه سنترای و یه جاهایی رو قرار داده در اقصا نقاط شهر و مثلا میگه این ایریا، این محدوده بیاد بره تو این سنتر آشغالاشو خالی کنه، اون محدوده بیاد بره توی اون سنتر. 5 تا فکر میکنم یا 6 تا سنتر توی شهر نیوکاسل آپون تاینی که من زندگی میکنم هستش. خب الان من چون حجم زباله ها زیاده میام چیکار میکنم؟ خودم توی خونه اینا رو تقسیم بندی میکنم. وقتی دارم کار تخریب رو انجام میدم، دیوارا دارم خراب میکنم، پلاسترامو جمع میکنم میریزم توی بگ میذارم جدا، چوبا رو میکنم میریزم جدا و چیزای فلزی هم میذارم جدا. حالا بعضی وقتا یه سری آشغالایی هم هستش، مثلا یه پنجره دارم فریمش پلاستیکه وسط شیشه است، اینو نمیدونم کجا، که حالا وقتی میرم داخل سنتر اونجا با ماشین میرم ازشون میپرسم، اونجا راهنمایی میکنن، میگم مثلا اینو اصلا بیا بنداز یه اسکیپ کد، ما بهشون میگیم اسکیپ. اینجا همون مثلا کمپرسی های بزرگ هست، اینا وقتی پر میشه کمپرسی متحرکه، ماشین تراک کامیون میاد اینو بارش میزنه برم داره میبره. ما میریم از روی سکو وسایلمون رو پرت میکنیم داخل این
کمپرسیا. از اون پایین یه کامیون میاد اینو بلندش میکنه میذاره پشتش و میره. اینا کمپرسیه متحرکه که ما بهش میگیم اسکیپ. حالا من اومدم حمام خونه رو تخریب کردم، یعنی وسایل حمامو کندمشون، چون صاحب خونه قبلی یه آدمی بوده که دیسیبل بوده، یعنی معلول بوده، معلولیت داشته، به خاطر مثلا حمامش صندلی داشته، دستگیره داشته و اینا. یک کو زباله شد دیگه. خلاصه جعبه کمک‌های اولیه داشت. حالا فقط هم دستشور، روشور یا دستشور مونده تو حمام و حالا گلاب بریتون توالت فرنگی که گفتم اونا حالا فعلا نیاز میشه، جمعش نکردم. خب حالا بعد موکت کف اتاقا هم جمع کردم و راهروی بالا. خب حالا اینا حجمش زیاده، من نمیتونم بریزم تو اون سطلای زباله که شهرداری بیاد ببره، اونا واسه حجم کوچیکه. حالا حجمش زیاد شد، دارم میبرمشون ریسایکلینگ سنتر، نزدیکترین ریسایکلینگ سنتری که مال محله ما میشه. یعنی شاید من یه ریسایکلینگ سنتر کنارمون باشه، مثلا 1 مایلی من باشه، ولی مختص ایریاهای دیگه میشه و یه ریسایکلینگ سنتر هم که مال ما مثلا 3 مایل باید برم. من باید برم توی اونی که مختص ایریای منه، حتی اگر دورتر از یه ریسایکل سنتر دیگه باشه که بخوام ببرم. و قبل از اینکه این کارم بخوام انجام بدم، میرم توی وبسایت شهرداری، توی اونجا کامل توضیح داده که کدوم ایریاها باید بیان توی این ریسایکل سنتر. و یه موضوع دیگه هم هستش که من همیشه چک میکنم قبل از اینکه برم ریسایکلینگ سنتر، مخصوصا الان که نزدیک به کریسمسه. الان امروز فکر میکنم 17 یا 18 19 دسامبر 2025 هستش. الان نزدیک به کریسمسه، باید برم چک کنم که چه چیزایی رو قبول نمیکنن، چه چیزایی قبول میکنن. معمولا هر موقع اون کامیونشون به اصطلاح که میگفتم کمپرسیه پر بشه، مثلا کمپرسی آهنشون پر شده برای 2-3 ساعت مثلا، یا واسه حتی 1 ساعت 1 روز، اینا میان توی وبسایتشون میزنن که آقا ما الان فعلا مثلا آشغال‌های زباله‌های متال یا آهنی رو قبول نمی‌کنیم. پس من هر موقع بخوام برم قبلش میبینم زباله‌ای که میخوام ببرم چیا هستش، میرم توی وبسایت ریسایکلینگ سنتر چک میکنم و اگر دیدم که خب اوکی ان، همین که ساعت کاریشون رو چک میکنم که باز باشن، چون شماره تلفن ندارن که من بخوام زنگ بزنم. ساعت کاریشون رو چک میکنم از توی گوگل مپ که بازن. 2 میرم توی وبسایت منطقه رو چک میکنم. 3 میرم توی وبسایت آشغالایی که اون روز قبول نمیکنن رو چک میکنم که این همه بار نزنم توی ماشین رو برم اونجا بعدشون هم قبول نمیکنن. مورد 4 چک میکنم که کلا چه چیزهایی رو این ریسایکل سنتر قبول میکنه. حتی مثلا انجین اویل هم من میتونم برم اونجا ریسایکلینگ سنتر تحویل بدم. یه سری چیزها مثل باتری یا لپتاپ، مثلا چیز الکترونیکی که آتش‌زا باشه شاید قبول نکنن، یا مواد سمی مثلا شیمیایی خاصی باشه، اینا رو قبول نمیکنن. مورد بعد این که این ریسایکلینگ سنترها فقط برای مردم عادی هستن که توی خونه‌های معمولی دارن سطحش زندگی میکنن. اگر شما بیزنسی داشته باشی که این مثلا من یه بساز بفروش دارم، بیزنسی بساز بفروش، خونه تعمیر میکنم میفروشم، اینا به من گیر میدن، میگن باید برم یه مجوزی بگیرم جداگونه و بعد با اون مجوز بیام برم توی ریسایکلینگ سنتر. پس این موردم مد نظرتون باشه که تمام این صحبتایی که من دارم میکنم واسه کسی هستش که مردم عادی که توی خونه ها زندگی میکنن. حالا اینی که من دارم خونه خودم رو تعمیرات میکنم، این دوباره میشه بیزنسی، نمیشه نان بیزنسه، پس مشکل نداره. و حتی اگر من یه ون داشته باشم توی خونه و این کارهایی که دارم انجام میدم برای خودم باشه، حتی ون رو اجازه نمیدن که بیاد توی ریسایکل سنترها. ون اگر داشته باشیم یا کامیون داشته باشیم، ماشین بزرگ به غیر از ماشین سواری، که اینم دوباره توی ریسایکل سنتر وبسایت باید برین سرچ بکنید ببینید ماشینایی که مجوز نمیخوان واسه ورودشون و ماشین‌هایی که مجوز میخوان واسه ورودشون رو چک کنین که وقتی رسیدین اونجا موقع ازتون مجوز نخوان.
پس اینم یه موضوع. و دیگه حالا من رسیدم اونجا واسهتون یه فیلم میگیرم که ریسایکل سنتر هم باهاش آشنا بشید. مرسی فعلا. بچه‌ها من اومدم داخل ریسایکل سنتر. ببینید تابلو زدن هر کدوم به چه کاری میخوره. اینجا مثلا کاپبرده، بریزیم اینجا کارتوناست، اینجا نخاله‌های ساختمون میریزیم، اینجا وود میریزیم که حالا چوب میشه دیگه. این از چوب، اینجا واسه گاردن، اینجا هم چه آهنالات رو میریزیم که حالا فکر کنم داخلش چیزی نیست، یکم هست. بعد این کمپرسی ها متحرکه، اینا رو یه کمپرسر دیگه میاد بار میکنه و میبره. این از سیستم ریسایکلینگ اینجا. و معمولا 2 نفرم اینجا ایستادن بهمون میگن که چی رو کجا بریزیم. اینجا هم که تابلو سنگ صورتی مال باتریه، یا با باتری ها رو بریزید تو اون سطله. خب اینم از ریسایکل من آشغالامو ریختم و دیگه بریم. و اینم بقیه مثلا کفشا رو اینجا میندازن، دوباره لباسا رو توی این بنفشه میریزن. اینجا رنگا رو نوشته چی به کجاست. لارج اپلیانسه مثل لباسشویی، یخچال، ویپس، سیگارای الکترونیکی. و اینجا هم اسمول اپلیانسز مثل مایکروویو چیز داری، لپتاپ چیزی میای میریزی اینجا. و اینجا هم که دیگه خروج وان وی سیستمه، یعنی از یه طرف ورود میکنی و از یک طرف خروج میکنی. اینم حالا یه اسب خوشگل. ما بریم روز آفتابی رو بقیه کارا.